کی میاد؟ من بهش یه میل بزنم امشب. بگو که یه ذرم دیسریسپکتفول بود. دیسریسپکتفول؟ غیر قابل احترام بود. تو اینا اصلا داشتم با هم حرف می‌زدن. آره یارو داشت لپتاپ میشه برای خودش چیز می‌کرد. اون داره با این حرف می‌زد. آپدیت می‌کنه. اینا نه گفتم بگو اونا که خیلی توجه نمی‌کنن چون موضوع نمی‌نویسن اما اینکه من انتظار دارم شما بیان یه نه دانشجوتون بیاد حداقل من بگو استی بچه تیم داشتم اونجا. ولی باید نمره این داده باشه. استاد من استاد مطمئنی؟ 100 مطمئن. ببین این داور انتخاب میکنه بیان نظرشون رو بگن. داور نظرشو میگه. بعد اینو 5 تا تایید کرد یعنی در تو ببین داور اگه بهت بگه 4 این بخواد به 6 بره 6 داور رو میگه بیاد نظرشو بگه. اوریج میزنه. استادم میگه آقا پس اینا که میگم 5 میگه 6 میگه 7 من میگم 6. تو یک نفر که نمیتونه نمره بده. چند نفر رو باید تصمیم بگیره. مثلا تو میری مقاله رو میفرستی واسه یه ژورنالی اون ژورنال هم چند نفر باید نمره نهایی من همون روز اول با استاد خیلی تاکید کردم نمره رو خوشی گفت میشه این میخواست 5 بده بعد خب چی گفت؟ من فکر کنم برعکس استاد یه چیزی پروپوز میده اونا تصمیم همون نه بعید میده مثلا دستی به استاد باشه استاد ببین تو این واحد با کی برداشتی؟ استادم بابا اگزمینر من این مرد است اگزمینر نظرشون داورن نظرشون رو میگن اینو از چه لحاظ مطمئن این حرفو میزنی؟ من اینو از یه دانشجوی دو تا دانشجوی پلیمی پرسیدم ببین من استاد سر جولای به خاطر نمره باش داشتم جواب استاد چی بود؟ ها؟ جواب استاد چی بود؟ خب اگه میخوای نمره بیشتر بگیری باید بمونی سشن بعدی بعد دیگه من بخاطر یه نمره که نمیخواستم وایسم بعید میدونم استاد اصلا ربطی توی این داشته باشه به 4 بده؟ گفت این از 4 هیچ گفت اگه الان دفاع کنی از 4 تزینو از 4 گفت 5 که 4 تزینو ماکس 4 ماکس 4 اصلا بعید من اصلا احتمال اینکه استاد نمره باشه خیلی ضعیف وگرنه اون بعد چیزی که من سوال کنم ببین دو حالت داره اینکه استاد نمره رو میده دو اگه هم اونا قرار نمره بدن آدم درست حسابی بیاد من به عنوان یک مهندس نانو نمیتونم بیام در برقی که داره را میری نظر بدم که یا آدم درست حسابی بیاد اگزمینر باشه درست اگه میاد میگیره یا مثلا میگم اگه این استادی که باش چند روز دیگه میتونی دارم این اصلا کارش همینه کارش مباحث نورمتور اونا هم بودن ولی توی اتاق دیگه نه اون دپارتمنتش انرژیه این بدویه این که استاد من عمدن و با اینکه من سر نمره باش یه جوری انگار بحث کردم سر نمره اگه میخواست به من 5 بده اگر میخواست 5 بده اصلا سر میدادی دیگه همون موقع میدادی همون موقع میدادی چرا منو گذاشتی تا الان حالا که میگی تز از 4 تزینو از 4 تزینو بگم نزد که موقع تز نه اون موقع من خودم یه نمره نمیخواستم دو موقع وایسم من خودم 3 نمره وایسادم گفت که اگه وایسن تزیناش میتونه اینجوری ببین من به خاطر 3 نمره کردمش تا الان بود بعد اون زمان هم به من گفت ناولتی خوبی نیست باید عوضش کنی باید شدی الان آخه اگه مردی بخواست 5 نمره این بده پس چرا اون روز به من گفتش که وارد دیتای ای آی نشو این از ای آی سر در نمیارم گفت واقعا برای اینا ای آی توضیح نده همین دقیقا جملهش این بود تو آقا اسلایدایی که روی یوتیوب دیتیل ای آی رو براشون توضیح نده هیچ کدوم ای آی کار نکرد کار اگه قرار بود این نمره بده اصلا اینا اگزمینر برای چی بستن ببین من از 2 نفر نه بهش خودم بهش ایمیل میزنم خب بهش میگم آقا من خیلی بیشتر از این انتظار داشتم
راه اعتراضی ندارم. نه اعتراض حداقل بدونه. چون اصلا من دقیقا دقت کردم این اصلا آنلاین هم نبود. از کجا؟ تو چیز توی اون کلاس رومش تیمز ها؟ تیمز اینا هست. بعد ارائه من میدیدی اون روز من ارائه رفتم بدون هیچ ایرادی نگیره، فقط گفت آقا این دیتیلا رو حذف کن، اینا اصلا ایرانی بلد نیستن. همین باید گفتش مثلا این چیزا حذف کن، شاید یه سوال بی ربط ازت بپرسن. اینا رو برای چی آوردن خب فاکتور؟ میگم دیگه اینا اصلا هیچ نه ببین هیچ کس نبود که ای آی ماشین لرنینگ تو وقت کار کرده تو الان در حال حاضر هستن اساتیدی دیگه ماشین لرنینگ کار میکنن. خب کی هم اونایی هم که توی انرژی هم بیشترشون انرژی دارن. اونایی تو دیدی همین پسره جعفر بچه باش دارن اولین دفعه من بهش میگم بدم بهش صحبت کردم اگه شما من ماشین لرنینگ چیز سر دارم نمیدونم خیلی دوست دارم یاد بگیرم ولی بلد نیستم. خب سر همین بود که من اومدم با این گرفتم این و درستو تنها این استاد اون رستوران و درستو تنها اساتید فرقی هستن که ماشین لرنینگ رو اپلای کردن روی چیز با یکی دیگه که اون کوردینیشن اصلیه برام اون هیچ وقت اگزامینر نمیشه. اون داره مثلا روی بحث ماشین لرنینگ تو بطریو بله Let's go. من چند سال هست؟ 3 تونستن آنلاین بشن؟ تونستن آنلاین بشن؟ از ایران؟ نه رفتن بشن؟ بایده جلو من چه کنم برم اون مدل قبل قدیم رو ندارم بابو ترسیش از زندگی پاراک این رژیمه به گام رضا چه حسی داری آدم؟ هیچی که نه چون زیاده فکر میکنی هیچ تا زمانی که من یه شغل پیدا نرسید به پیگناری جواب میدم دقیقا بعد فوق التحصیلی به میاد گفت تبریک میگم فوق التحصیلی رو من نه هیچ کاری نکردم بهش گفته بودم 23 دارم یعنی منتظر بود من فوق التحصیل بشم بعد بریم جواب اینم بده این استاد اینو باید بگی این استاد رو باید بگی اونی که میدونه حواسش هست مهمه این گفتش من فقط با کسایی تز میدم که قبلا ما اون دست کردم متصور ما هیچ درسی نداشتیم باشه یه درس همه ارائه میداد که ما میتونستیم برداریم که اون از قبل پاس کرده بود با یکی دیگه داره رو باتریا کار میکنه رو باتریا داره کار میکنه روی بحث کنترل ماشین های AC DC فلاکس ویکنینگ مگنیت ها داره کار میکنه خیلی فعال و الان میخواد در چی باشه؟ گفتش بیا بشین میگه اصلا اصلا هستی من چی برم
این چجوری میتونم بهش بگم که تو میای با هم این که چهار ببین من زمینه رو نمیدونم یکیش کم در بعد من ایمیل دادم چه یه بار قبل آدم 23 من میگم یاد دقیقاً دیوانه میشه دقیقاً ناراضی یکی کریم بعد من یکی از بچه‌ها چی وکیل و تو میگی آقا من یه ماهی واسه دیدم مثلا سشن بعدی واسه اون میتونم به بد اخلاقه خیلی بد اخلاقه این رو بد اخلاق فهم آقا ادامه بس دویی بد اخلاقه من دور نرم منم راه نرم صاف این ستای نیست کونه پرچمه یک دو سه on revient chez moi, vous faites leurs affaires, on commence à se sentir à la maison, et si au final il n'y a personne, au bar, on se sent à la maison. Et sinon, et après oui, après par contre on peut ressortir et tout, on verra. Mais du coup je leur dis que voilà. Et du coup il avait dit, parce que Adam il avait dit, le truc il y avait Adam qui avait dit. بعد اخلاق به خاطر این میگم که بچه‌ها فوق تحصیل شد چند سال پیش به اون برداشته میگفت این یهو من میرفتم مسابقه یهو قاطی می‌کرد داد بیداد می‌شد مثلا میگفت چرا این کارو کردی این چه طرز نوشتنه یهو قاطی می‌کرد رضا حالا منم بهش بگو باشه من سیسیت میکنم امشب نه تو متنم اشاره کن شاید نبینی حل بگو گوشی یکیتون زنگ میخوره محمد پشمان کد میخواد بگو I have a friend, his name is Mohammed. He is also interested. محمد میگه روغن رو میخواد آره لطف میکنه بگیره بگی چقدره؟ چقدر؟ فرقش با روغن زیتون چیه؟ این سبزی سالم این هم این سالم ترین چی هست؟ روغن آب خودی یه شیش خیلی خوبه اصلا میگفتم من کوچیک رضا این هم هست نیمه 500 میلیلیتر نمیدونی روغن زیتون آره از روغن زیتون بهتره تو همه کار میتونه سرخ کردنی با روغن زیتون یه ترسناک میتونه بشه اما این راحت تره من میتونم اینجور خالی هم بریزم ازش رو من تو عکسی چاق شدم ببینم نه یه عکسی که رضا گذاشته این عکس میگی؟ آره چاق نیست بابا این خیلی دور رفت دور وایسادی هم متوجه کافون نیستم اینم به من چرا اومدم نزدیک از خودتون نگرفت این اومد دور وایساد من اتفاقا عکسی که این گرفت بعد بهت گفتم کلوز بگیر بعد خوب می‌کنم میدم از من اصلا فارغ التحصیل خودت
دیگه ببینم تو فارغ التحصیل اینا رو آف کن دیگه. آبی شامپو داریم میریم بریم دو تا شامپو میگیریم اینجا باز کنیم. اونا خوردی؟ آره من اونا خوب چیز نکردی رضا باز. خیلی بابا تکون ندادی. نذاشید دنیل گفت نمیخواد. اون چی؟ چیزه چقدر کالری مونده رو میخوای بالا مرغ هم میگیریم. من اصلا کالری شام نخوردم دیگه بالا مرغ میگیرم دیگه شام میگیرم برای شاید این 200 هزار دو تو هم رسیم 2700 من مزه ولی به گو میری یا آه هفته یک کم شدم خیلی هفته یک. خیلیه نمیدونم اما به صداش it seems like من والا ترسیدم به نظر من از علمی شده. 1500 ترسیدم این برداشته مردی تو یه هفته 4 کیلو کم تو 4 روز تو 4 روز 2 کیلو 200 کم شدم تو 4 روزی 2 کیلو 200 کم چقدر تو یه هفته واسه این که داغون‌تره بر من بدنم به این عدد نمیتونه تاپ بیاره میدونی؟ خودت دیگه گفتی دیگه نگاه رفتم میخوردی دیگه دستی من کجا رو بفرستم برای بفرست بیا بگی سنگاری رضا میخوای واسه جی Let's go نزل باو رضا الان این خیلی بد میری که داشت برو پایین رضا داره ترامبه میزنه خیلی بد میری محمد درست نیستی این سه جلو بازوه رضا چی شد؟ این یه دونه بود تو دستو میوبرد جلو چی نمیری؟ باش سینه اصلا پایین نمیری تو اینجوری میری تو دستتو میاری اینجا خودت بیا اینجا اینجوری میری این جلو بازوه نه من تعدادش خیلی حتی سرشونه اینجا اینجوری بعد پایین نمیری کمرت پایین اینجا تا اینجا بیشتر دوباره اینجوری میری دوباره من اینجوری میری برو دیگه این میشه همین سینه شد که مردی تو پایین طرف تکون نمیده اینو میگی؟ اینه همون شد نه اونو داشت میری بچه بگن دت نمکش میزن آی به روزی که بگن دت نمک ببین الان باز عوضش کردی من دیگه جدی آخرش عوض کردی دلورم میخوره رو زمین بالا نمیخوره تو اینجا ثابته اینجا رو نمیاری پایین الان ببین اینجا اصلا انگار ثابته جدی میگم سری اول رفت محمد ببین شده یه دیگه تعداد دیگه میرم خیلی زیاده تعداد مهم نیست کیفیت مهم با کیفیت برو رو رفتم نمیدونم دقیقا چی میگی ببین محمد رو درست من هم اینجوری میرم حالا من فرقش چیه؟ تو منظور اینجوری بشم؟ برو تو دست جلو انگار البته الان درست همین میرم دیگه نه اینا نمیرم یه دونه بود واسه سرشونه اون که دست عقب همونه اونجوری میرم اون که دست بعد اینی که الان میری قشنگ اینجا فشار میدونم دیگه اینجا من سینه رو من سینه کمتر فشار اینجا بیشتر فشار نمیاد تو میرفتی من استیلت یه حالت شوی فیلم گروسی شده گروسی بود چربی ها اینجا؟ من اینجا
حالا یکی ها توی لینکدین پیدا کردی؟ کریه من تازگی فهمیدم همکارمون اون روزی که کریر دی بود کلیمی آچی اومده بود آیکیا بهش کسرا داره زیر پا ولی با نه حقوقش با کنده نه حقوقش درست کنده ولی بعدا لیول اپ میشه ولی این ببین این چیزی بسیاری میگه چون 12 از کلیمی کارو بکنه چرا انقدر خوشمونده کلیمی هم نیستم یا بهترینه دیگه اصلا یورو زده اکسپریانس اصلا میگه ریکوایرمنتش اکسپریانس نیست این تو آقا بیا کلیمی بعدی سه تا بعدی برو من یه چک بکنم مثلا زده پی ال سی خب من پی ال سی کد نویسیش هم بلدم کارم کردم میشه پی ال سی پروگرامر من نزدیک 1.5 سال پی ال سی کار کردم فنی حرفه‌ای پی ال سی اکسپریانس‌های قدیمیت هم بذار بیار آره پی ال سی کار کردم بعد چیزیش هم برنامه‌ریزیش هم بلدم پیکربندیش هم بلدم بعد این زده پی ال سی پروگرامر بدون نیاز به پیش اکسپریانس برای مهم نیست اصلا لازم منطقه توشه ولی کاراش خرشایی هم پی ال سی رفتی یه کارت کشیدن هم باید گردن تو بگیر چون کسی که پیکربندی میکنه همه کارت کشیدن به خود تو پی ال سی که دیگه نمیری میری الان ببین پی ال سی کلا بحث اتوماسیون تو الان چیزی که واسه بولده همینه تست کار کردی تست کار کردی ایتالیا نمیتونی پیدا کنی شما چند ست رفتین؟ 4 من نرم اصلا میبینن تو کلیمی سریع اینترویو اول میگیری من موقع که اپلای میکردم ایتالیا خوب بود اما بیشرفا مثلا میگفتن ساعت 10:30 بیا اینترویو یه دفعه 10:45 خیلی من اذیت میکرد خیلی دیر میمد انگار واسه وقت تو فرقش باید نیست بدون کش بره جلو بازی میگم جلو بالستون هست چه نیسته trap بوده بیاد یه پای تحتیلی از این سرشونه و عذاب پشت این کرن دیکلاینیم دیگر آره؟ نه آره اون این پارلل میگیم بعد این سخته دهن من میگه پارلل نیست مگه ما میگم من اینجا فشار میاد تو میگی پشت اینجا فشار پارلل وقتی میخواه باید سیمه بدی اینجوری میکنی باید سرسیمه میخواه بدی این همزنی داره پشت ببین زیبقل میگه با عضو پشت
تو مثلا سرما تو تا ما را سرما ندی بالکل این کالسترینیکس نمیشه. من درستش زدم دو تایی با هم 80 تا بودیم. 26 تا تو ما داریم. چرا موقع 80 تا داریم؟ آیا تو حاضری برای اشتر چیکار کنی؟ ماهی 45 یورو کمتر بدی؟ حاضر ماهی 45 یورو بدی؟ کمتر بدی ولی بری قطار سوار بشی تو ایستگاه بری بالاتر با من آقا 80 خیلی زیاده. رفته که 80 تا بیام بیرون. من میگم تو حاضری رضا با 80 رفت ایران رو. تو حاضری 80 یورو کمتر بدی؟ چی 80 بدی 45 یورو در ماه کمتر بدی؟ من حاضر نیستم قطار بریم این سر 20 داک ما میکنیم رضا میاد بیرون. رضا میگه دوتا چی رو باور میکنیم؟ دوتا بیشتر. رقص محمد تو حاضری؟ کاپشنه گرمه کانادایی بگیریم بعدی برقی نه دیگه بارون بزنی نمیشه آروم نمیم مثل اون بارون شدید منطقه بودیم محمد دیگه برو فرق نداره و تو سه رفتی؟ سینه رو دمی میده.
برو باشه برو. Incline, decline. من یه عباس قادری رو گوش کن. تو رفتی محمد؟ حرفا در سکوت نرفته است.
که من فصل دوم ویدیو دیدی؟ دیدم دیشب تو قم داشتم فصل شب چیز پسر صادقلوی کسی بابا این این چجوری خواننده چجوری میخونه چجوری شعرها رو حفظ میکنه دو کلمه نمیتونه بعد میگه من هوشم خیلی زیاده دو کلمه نمیتونه استعلام را مورد داشت استعلام یه بشر رو داشت بعد آخر سر گفت مفید من اینه تو کیاس اونم چرا احمق بودیم آقا گفت آقا میگن قضاوت نشد دیگه اینو باید بخونی تو بابا این اصلا شعر پسر تو یوتیوب نوشته بود که ما تو شهر 3 تا شهر داریم شهر خیلی خوب شهره خبر و مسئول صادق خبر طلایی که خوبه که المپیک تبرها رو گرفته بود کارگاه استعلام یارو رو داری بعد یارو میگه من زودی گفتم باور کرد پسر خیلی خوب بود یادم رفت مهری بود عالی گفت دیگه من نمیدونم چطوری بکنم مردم دارن بیرون میبینن بابا میگه من فولیو فلان کار کردم نامه نوشتم گفتم رامبود مافیاه رامبود اسمش فربود چیه؟ اسمش چی بود اون؟ باربود نوشت باربود بابایی مافیاه زودیاک نیست نوشت من باربود بابایی نیستم باربود بابایی مافیا ولی پسر دیگه نه محمد گرفت محمد سوپر میدونم که دنجا اشتباه کرد کی؟ همون سعید مهریه برشوش کن نگفت؟ باز خودش درجا بعد این که نمبر رو من دیگه میخواد که میگه دیگه یک من اکه اورا اکه اورا میذارن مصمم شده رو ببینیم اکه اورا هیکل محمد دیر ترسید محمد جواب شد سینما داریم سینما محمد پرپرسان محمد جواب شد محمد جواب شد روزو a che ora? Rusu a che ora? Adesso ma ho già arrivato و اما ما الان رسیدیم هیچ چی بگیم داشت گیوزه داری الان رسیدم به من چه
داشتی یوزا این میشه کجا تلزم؟ زیر لای ممه ایچی نداری؟ یوزا میشه کجا مامه؟ لای ممه کجا؟ سینه چون؟ فلای Allora ما آماده به پای از دیوار چی شد یه دفعه هوا خوب شد یهو برام برگشت هوا خوب شده چه هوا خوب شده uno, due, tre, quattro, برو 5 یکی مچبند یکی چیز یا با هم شانسی بخوریم بریم لیدر بگیم با لیدر تموم میکنه خیلی سریع تموم اگر اینکه آماده شد رضا شامو بخوریم بعد بیایم بخوریم بعد بیایم اگه چیز رو بگیریم قرار بزنیم رضا نو فقط
البته آخر نیست دارم بال نیست همیشه تموم خیلی سالی روزیم شام بزنیم بعد بیاریم مشروب کنیم آخه این مونده باید خوشبازی بکنم این بال عالیه نشد. این عالیه گون بال چون سریع حاضر میشه او یه ساعته کمدارش میکنیم برو زود برو برو بهت میگم چی بگو؟ این لفتش میگه برو دیگه کوچیکه بریم بالا. بگو چی می‌خواستی بگی؟ برو بعد بگو میگه لیدل بالش زود تموم میشه تموم شد میشنوی تموم شد خیلی مهم ایران میخواد شاهد سینه رسیدیم بعد فارغ شده فکر کرد از همه لحاظ فارغ شده چقدر از کلمه فارغ و تحصیل بدم دانش آموخته هم عربیه هم یه بار معنایی اینه که انگار دیگه تو قرار نیست چیزی بیاد بگی فارغ و تحصیل فارغی دانش آموخته خیلی زیباست فارسی ما دانش آموخته یعنی تو یه دانشی آموختی میدونی؟ تو میتونیم بگیم دانش آموخته است یه دانشی داره چقدر قشنگ من دیگه کجا میرم نه اوضاع وخیمه وخیمه جدی میگم روی شلواری دیگه نامه میگم دیگه بال تاریکه تاریک و پشت چی مثلا میگم؟ بال کنه ولی اگر شخصی به اسم یعقوب لیث صفاری نبود چی شد؟ در نرفت؟ خواهی بده بالا نه وقتی لیث خوردی الان ما باید عربی حرف میزنیم آره واقعا ممنون اونو بده بالا محمد چیزی بده بالا یه دونه پادکست یعقوب لیث صفاری هست رپا من ندادم خواهم بریم پیش بدم واقعا ممنوع کرد فارسی چیز عربی حرف زدن. گفتش که یکی اومد از فرمان روایان اون زمان بود تو سیستان بلوچستان خراسان نه سیستان چه آره سیستان یه منطقه ای از افغانستان من رفتم شهرش رو میدم بعد یکی اومد باش حرف زد تو دربار و زبان عربی گفت به زبانی که من نمیفهمم با ما صحبت بعد یکی از خلفای چیز عربا که شرق ایران رو این تونست بگیره اون توش هم بود. اون لیث صفاری بعد یکی از این خلفای عباسی میگن بنی امیه میگن این کسکشا بهش ایمیل زد گفت که تو ایمیلش نوشت I hope you are doing well سیسی کرد دیگه سیسی پست پرویزا dear این خیلی پایینه برو خوبه خیلی پایینه فشار نمیاره ببین اگه خیلی بالا بیا جلو سر هرچی پایین‌تر بشه فشارش بیشتر الان بعد گفتش که بیا با هم چیز کنیم صلح کنیم و فلان تو همون خراسان رو داشته باش دیگه کار به دیگه قسمت ایران نداشت ما ایران به این شکل نبودیم تو همون خراسان نگه دار ما هم تو به رسمیت میشناسیم و بمونم تو در جوابش برگشت گفت که کجایی گاری من در حال اومدن به سمت تو هم زمان کی بود؟ زمان پادشاهشون میگی؟ خود یعقوب لیث خودش رو چیز معرفی کرده بود از نوادگان پادشاه ساسانی سامانی هستن
پادکست شما بشه یه فشار بیشتر میشه. آره یه ذره سرسیمه فشار میشه. اصلا فشارش خیلی دیستریبیوتر کل فیبر سینه رو درگیر یعقوب لیث صفاری، پیروز نهاوندی، فردوسی انتقام ما رو از این ملخ‌ها گرفت. پیروز نهاوندی کی بود؟ ما رو ترور فیلمشون هم حتی آورده بود. کسکشا حالا ما میریم برای حسین و حسن و تموم شد. 4 تا آدم کشا رو این همه جون دادن 150 سال با عرب جنگیدن که ما الان بتونیم فارسی حرف بزنیم. ما میریم سیده چقدر کس کنیم بخور مقدس. تموم شد. بابا اینقدر مغزفندقی هستن کمه. هست باید باشه، طبیعیه باید باشه، اما نسبت به 10 15 حتی 17 18 سال پیش درافت داشت. ریزش عجیب. دیگریدیشن داشت. ولش کن. دیگریدیشن کلمه‌اش فارسی دقیقاً معنای تنزل. دیگریدیشن میشه اینی که تنزل فرسایش نمیشه. من یادم اون موقع استادمون میگفت دیگریدیشن یعنی درجه کیفیش یکی بیاد پایین. دقیقاً میگفت معنی فارسیش بخوای لغوی چیزش بکنی استاد نمیدونم گفت دقیقاً معنی تنزل. این درجه کیفیش یکی بیاد پایین. دیگرید بشه. آفرین. من توی بایومدیکال ما دیگریدیشن داریم. وقتی تو موز میخوری یه گرمه اون دیگرید میشه هی کوچیک‌تر. ولی مثلا یه چیز داره مثل چه دیگریدیشن؟ یه چیزی مثل کلاپس یعنی کلا فروپاشی میده. دیگه دیگریدیشن معنی نمیده. کلاپس رو میتونیم بکنیم که برای پشتبازی بدی ها؟ اول فن! آره چه خبره؟ جوالی هم میگه اصلا چه کاری رو اینجا جایی بکنه؟ این برای ایرانه این مکانی همه دست مردم باید کی مونگرسیم رفت من بهش بدم ما الان رسیدیم تعطیله. اومد داشت بل کن دیگه. یه سوپر هم داره. یه سوپر ست اومد. یعنی پلنگ بلو گرده بل نکنه هیچ کی تو بیدادن مثل تو کارش کنه. یه یارو داشت چاخان میگفت این مثلا قدیمی یه یارو داشت چاخان میگفت بعد میگفت رفتم جنگل رفتم دیدم شکار بدم دیدم یه پلنگ اومد. بعد یارو گفت ها چی شد؟ میگفت هیچی من فرار کردم پلنگ پشت سرم. خب بعدش چی شد؟ من میگفت رفتم بالای درخت اونم اومد بالای. بعد گفت اونم اومد بالای. خب بعدش گفت من اومدم پایین. اونم اومد پایین. بعد میگه خب بعدش هی مثلا هی 4 5 روز مثلا گفت آقا پلنگ میره بله کرده تشه میره من خب بعد دیگه واسه تشه بله کرده قشنگ Grazie, siamo chiudendo il bar. Stiamo chiudendo il bar. Adesso sì, sta chiudendo. C'è qualcun altro qua? C'è anche questa aprire. Questa aprire. Adesso sì, adesso. دارم اینا خیلی جدی هم بیکارش دوتا اونجا رو بگی دارم زب داری الان چی میگه؟ گفت آقا واقعا کیوزه چرا چیه؟ یه سوپر ست بریم یه دونه سوپر بریم
پرسپولیس با چی بری؟ اینو با اون دیگه برو چه ربطی داره اینا